2 دفعه بزن روی صفحه. اول 2 دفعه بزن روی صفحه، پست برای نفر بعدی بفرست، برای دوستایت هم بفرست. ما عهدی که بستم سرش استاد هستم. ما گفتم با هیچ قومی با هیچ کسی مشکل ندارم، همونطور که قول داده بودم. باز 1 نفر کم شد. فارسی نیوز این اکانتت بند خورد و دوباره اگر به تیک تاک آمدی واقعا به صراط خود مستقیم باش. و کسایی که پشت ما گپ میزنین، قوم پرستی را دامن زده رایستین و از طریق ما ویو و فالوور میگیرین، همه تان براتون رسیدگی میشه. و این هم فارسی نیوز و قولی که داده بودم، ما لیستیم از بالا به پایین است. ما نه داماد کسی هستم که برش کاری انجام بدم، نه کارگر کسی. کاری که خودم تصمیم گرفتیم و خودم میفهمم چه کار کنم و تمام. پشتی این نگردین که این آن فرقی بر من نمیکنه، هیچ فرقی بر من نداره. پس خواهشاً نه عکس مرا استفاده کنین نه چیزی. این فارسی نیوز با تمامی که ویدیوهای خدا بست و خودش هم زیر لایف آمده بود و گفت مرا بسته کن. این هم نتیجه کار. این حال بقیهش شما قضاوت کنین و در کامنت ها نظرات تا نبوین. خدا نگهدار.